قزوین در تاریخ و جغرافیای سرزمین ما جایگاه ویژه‌ای داشته. امروز شاید به دلیل نزدیکیش به پایتخت کمی از دیده ها پنهان گشته. شهر نشسته بر دامان البرز جنوبی و بر بالای دشتی است که آثار تمدنی 9000 ساله را در آن پیدا کردند. شماری از باستانشناسان بر این باور هستند که تمدن کشاورزی در جهان از همین خطه آغاز شده است. قزوینی ها در ابداع انواع خوراک‌های بی‌نظیر و لذیذ ید طولایی دارند. تأثیر این پایتخت قدیمی ایران در شیرینی پزی و خوراکپزی هنوز برقرار است. درست کردن پنیر کوزه‌ای در بسیاری از شهرهای ایران رایج است، اما در اینجا جزئی از فرهنگ عمومی است. در ایام قدیم چاله پنیر از بخش‌های مهم خانه‌های قزوین بود. آنها که آب انبار داشتند، کنار آب انبار در قسمتی که مرطوب و تاریک باشد حتما چاله پنیر هم ترتیب می‌دادند. برای درست کردن پنیر کوزه‌ای پنیر تازه مرغوب پرچربی به کار می‌آید. کدبانوان هنرمند شیر را مایه می‌زنند و پنیر درست می‌کنند. پنیر به دست آمده را نمک میزنند و میگذارند تا به اصطلاح ایاز بخورد و در معرض هوا باشد تا کمی خشک شود. اضافه کردن سیاه دانه یا زیره یا سبزی‌های عطرآگین دیگر بنابر سلیقه اهل خانه است. از خاک و کاه برای ساختن گل استفاده می کنند تا راه ورود هوا و گرد و غبار به درون کوزه را به کلی مسدود کنند. دست آخر کوزه را واژگون در چاله پنیر قرار می دهند و زیر شن مدفونش می کنند. به روزگار قدیم پنیر تازه فقط در بهار و اوقات معینی به دست می آمد. این کوزه ها را آماده می کردند تا در پاییز پنیر داشته باشند.